سلام، علی فاتح هستم. امروز اومدم با معرفی دست کارت ورق، بازی ورق یا پاسور. پاسور یا ورق خیلی مدل های مختلفی داره. هم دست کارت های مختلفی داره، هم دست کارت های مختلفی داره، هم بازی های مختلف که من هم تمام بیشتر این بازی ها رو به شما آموزش خواهم داد و شما میتونین بازی کنید و از معروفا شروع میکنم که توی ایران رواج داره، مثل چهاربرگ و حکم و هفت خبیث و اینا، تا حالا اونایی که توی خارج و اروپا اینا بازی میشه. اونا حتی به شما یاد میدم که اگه خواستین میتونین اینا رو بازی کنیم. خب ما گفتم دستگاه‌های مختلفی داریم. اول بعد بگم اگر شما اصلا ورق نداشتی، اصلا نمیتونین پاسور یا ورق چی هست، اینجا رو براتون توضیح میدم. اگر میدونین که بزنید جلو. دست کارت ورق شامل 54 تا کارته که بعضیش حتی 55 تا هست. کارت شامل یک کارت تبلیغات در برگه که مثلا تبلیغات بعضی دستگاه ها ندارن. مثلا این یک کارته که اینطوری تصویره و شامل 2 تا کارت جوکر هست که حالا گفتم مدل های مختلفی هست. این مدل خاصه و مدل های مثلا این جوکر هست شامل یه جوکر رنگی و یه جوکر غیر رنگی، جوکر قرمز یا یه جوکر مشکی هست. شامل 2 تا هست و 52 کارت بازی که شما بیشتر با این 52 کارت بازی میکنید. مثلا بعد چند تا مدل داریم. یه مدل یک ذره مدل چیز هست مدل متفاوت هست، یا مثلا این دستکارت یه مدل دستکارت متفاوت هست، کلا همه چیز فرق میکنه. من چون شما مبتدی هستین گفتم این دستکارت با این دستکارت آموزش بدم که ساده تر هست، ولی اگه شما توی کامنت بگید که از این به بعد با این دستکارت آموزش بدیم یا با این دست کارت، ما فعلا با این دست کارت با آموزش رو شروع میکنیم. خب دست کارت ورق شامل 52 کارت بازی هست. این 52 تا کارت شامل 4 تا خال هست که نام خال ها گیشنیز، خش، پیک و دل هست که از هر کارت 13 عدد تو بازی وجود داره. از هر از این خال ها نمادها که گیشنیز و خشت و پیک و دل هست ما به اینا میگیم خال. از 4 تا خال 13 کارت وجود داره، 13 تا کارت گیشنیز، 13 تا کارت خشت و 13 کارت پیک و 13 تا کارت دل که این کارت ها از 2 هست تا آست که ما بریم بهتون توضیح بدم. مثلا این که براتون هر خال به 6 تا عدد هست دیگه. این کارت ها 2 3 4 5 6 عدد داده 2 داریم تا 10 7 8 9 و 10 و میریم این دفعه سراغ کارت بعد
کارت تصویر میاد. کارت سرباز که با علامت MG مشخص شده، کارت BB که با علامت Q مشخص شده و کارت شاه که با علامت K مشخص شده در انگلیسی و کارت تک که با علامت A مشخص شده و یک تک خال هست. همه این دست کارت ها گفتن این دست کارت ها میذاره متفاوته، این نمادها رو مثلا نداره، اینطور تصویر متفاوت نیست. فقط بعضی دست کارت ها این شکلی هستن و تو همه دست کارت ها آس پیکش فرق میکنه که حالا من گفتم آس پیک تک پیکش با همه دست کارت فرق میکنه. به انگلیسی تک مثلا میشه آس، بخاطر ای که میشه شاه میشه کینگ، بی بی میشه کوین و سرباز هم میشه جک. بخاطر همین اگه من اصطلاح انگلیسیشو به کار بردم ناراحت نشید، من بدونیم که چی رو میگم. خب ما واسه بازی اول همیشه کلا وقتی بعضی میخوام یکی میخوام بازی برق رو شروع بکنه نسبتا با بازی 4 برق شروع میکنم که هم مقدمه، حالا کلا با بازی 4 برق شروع میکنم. خب بریم سراغ بازی 4 برق. آموزش بازی 4. خب این کلا چیزی بود مفاهیم بود. تو این ویدیو یه بازی آموزشی گفتم آموزش میخوام بدم بازی 4 برگ. بازی 4 برگ چطوری هست؟ بازی 4 برگ 2 تا 4 نفره هست، یعنی 2 یا 4 نفر 3 نفر این بازی رو نمیشه انجام داد. کلا بیشتر بازی ورق نمیشه 3 نفر انجام داد. بعضی از بازی‌های ورق میشه 3 نفر انجام داد که اونا هم در ادامه آموزش خواهند. خب بعد بازی 4 برگ دست کارتا بر میزنیم. گفتم 2 یا 4 نفره این بازی صورت میگیره. به هر نفر بعد 4 تا کارت بدیم. مثلا من به این بازی 4 تا کارت میدم، به این بازیکن هم 4 تا و 4 تا کارت بعد بذاریم وسط. فقط تو این اولین 4 تا کارتی میخوایم بذاریم وسط سرباز نباید توش باشه. سرباز میذاریم لای دست کارت و یک کارت دیگه رو میکنیم. به بقیه دست کارت هم بر میزنیم یک کنار. خب حالا دست رو رو میکنیم چی اومده. خب بازی 4 برگ چه شکلی هست؟ شما باید نباید دست کارت رو باشه و هر نفر کارتاشو از بقیه پنهان کنه. فقط چون آموزشی هست دارم رو کردن. خب بازی 4 برگ به این شکل هست که شما باید مجموع اعداد بشه 11 که شما یک کارت بازی کنید. اگه مجموع عدد کارت شد 11 میتونیم کارت رو برداریم. مثلا من بازی شروع میکنم ندارم میام مثلا یه 8 بازی میکنم، یه کارت باید بندازم به مچنیم یه بازی کن این کارت باید بندازم این بازی کن میاد مثلا کارت 5 بازی میکنیم و با 6 ورم داره، با 6 میشه 11. حالا من 6 بازی میکنم، این دوباره 5 بازی میکنه میشه 11 ورم داره، من 8 بازی میکنم، این بازیکن 10 بازی کنم من 4 و این بازیکن هم 8 بازی میکنه. حالا اون دوباره دست میدیم، دوباره 4 تا کارت این بازیکن 4 تا کارت هم و الان باید بازی کنیم. فقط بدونیم که کارت ها کارت عددی که گفتم بعد مجموع اعداد بشه 11 تا بتونیم برداریم. کارت تصویر رو باید با چیز برداریم، با
تصویر فقط میشه با تصویر برداشت، یعنی 2 تا شاه وسطه و نوبتی دستم نوبتی میشه، یعنی دست اول که این بازی شروع کرد الان من باید بازی شروع کنم و دست بعد اینشون باید بازی شروع ده نوبت میشه. الان مثلا من شاه میخوام بازی کنم، شاه ها برمیدارم و میذارم تو دستم. حالا اینجا 2 تا قانون وجود داره، میتونیم اون کنیم تو اعلام اعمال نکنیم. کارت تساوی اگه میخوایم برداریم اینجا تساوی میره بغل هم، شما میتونین یک کارت رو بدین به حریف، یک کارت هم به خودتون بردارین که کارت هم حالا قاطی نشه. مثلا این بازیکن مثلا میاد 7 و 4 برم، من میام این 10 بازی میکنم، ایشون میاد 3 رو بازی میکنه با 8 برمی داره، من میام 6 بازی میکنم، ایشون میاد 5 با 6 رو برمی داره، دوباره 5 پی بی نداریم میذاریم مثلا دوباره 4 تا کارت به هر نفر میدیم و الان این بازی هم باید بازی شروع بکن. دستش رو وا میکنم ببینه که سر چیا داره، من دستم رو وا میکنم که ببینم چیا داره. خب الان این بازی که مثلا میاد این تکش رو با یکی از این 10 برمیداره، مثلا میاد به ته دل این تک رو برمیداره. خب مثلا با 6 و 5 برمیدارم، این بازیکن 3 میذاره، من مثلا با 8 و 3 با 8 برمیداره، یعنی در واقع من میام مثلا 7 بازی میکنم، ایشون 4 و 7 با هم برمیداره، من 8 بازی میکنم، ایشون 10 بازی میکنه، من تک و 10 با هم برمیداره میشه 11. دوباره 4 تا این بازی اینقدر ایمان میشه. حالا باشید خواهرام ایشون بازی شروع کردم، من با بازی شروع کنم. من دست مثلا نگاه میکنم، دست خودم دوسته میام 7 بازی میکنم، ایشون میاد 7 بازی میکنه، من میام 3 و 8 بازی میکنم و هم دارم، این میاد 2 بازی میکنه و با این پیک برمی داره، من میام ایشون مثلا پی با پی برمی داره، پی داره خودشون. من سرباز یه قابلیت که داره اینه که مثل بقیه مثل شاه بیوی بازی نمیشه که با یه کارت بنده سرباز بازی بشه، کل کارت های اعداد وسط رو جمع میکنه، فقط اعداد رو جمع میکنه، چیز رو جمع نکنه، تصاویر رو جمع نکنه. ایشون 9 میاد و ادامه بازی اینقدر دامه دامه دست کارت تمام بشه، بازی اینقدر دامه بدون کنه تا دست کارت ها تمام بشه، دست کارت تمام بشه. حالا بریم الان من باید بازی شروع کنم. من میام مثلا شاه ها برمیدارم، این بازی کن ببینید ما یه چیز دیگه که تو 4 برگداری قانون دیگه، قانون سور یعنی چی؟ سور یعنی اگر شما یک کارت روی زمین باشه و شما بتونید اون یک کارت رو بردارین، یعنی زمین خالی بکنین، سور زدین. فقط اینکه شما نمیتونی با سرباز سور بزنی، یعنی اگر مثلا توی این موقعیت بود من نمیتونم بیام جمع کنم و بگم سور زدم با سرباز هیچ وقت نمیشه سور بزنی، فقط میشه با چیزی میشه سور زد، فقط با اعداد و شاه و بی بی میشه سور زد. مثلا این بازیکن 2 خشت ورم داره و سور میزنه و یک کارت رو برمیگردونه این شکلی که بدون یه دونه سور زده. مثلا من میام 3 بازی کنم، اگر شما سرباز زدین و زمین خالی بود و شما یک کارت داشتین که بزنین و سرباز زدین، سرباز هم وسط میمونه، هیچ چی رو جمع نمیکنه سرباز. مثلا من 3 رو بازی میکنم، شما رو بازی میکنه، من سرباز میکنم، مثلا جمع میکنم، ایشون 2 میزنه، من تک میزنم و دست بعد یک دست آخر هست که دوباره سرباز این بازیکن بازی شروع بکنه. این بازیکن مثلا میاد 4 بازی میکنه،
من میام مثلا و مجموعه میشه برداشت، یعنی من میام تک و 10 بازیکن و با تک برم دارم. این میاد 4 دوباره بازی میکنه، من میاد بی بی میزنم، بی بی با بی میره. این بازیکن با سرباز زمینش خالی میکنه، من میام تک میزنم، ایشون دو میزنه و منم با سرباز زمین خالی میکنم. خب کارت ها تموم شد، دست کار. و حالا وارد بحث امتیاز شماره میشیم. امتیاز شماره به چه شکلیه؟ به این شکلی که شما باید اول فقط کارت های گیشنیز رو بشماریم. یعنی مثلا حواس این بازیکن رو استاپ کنم، یک کارت گیشنیز، باید گیشنیزاتون رو جدا کنیم. شما گیشنیزاتون رو باید جدا کنیم. حالا چون این سوره اینم جدا میکنیم و کارت های سود دفعش رو جدا میکنیم. خب الان این بازیکن فقط این تعداد گیشنیز داره و میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 تا گیشنیز داره. خب و 6 تا دیگه با این 8 تا گیشنیز داره و با 8 تا گیشنیز داره. اگر هر وقت تو بازی شما بالاتر از شما بیشتر گیشنیز رو داشتین که الان هست 7 خاج شدیم به اصطلاح، که یعنی الان که یعنی گیشنیزهای حریفتون شمرده نمیشه. یعنی این بازیکن دیگه این گیشنیز کارت گیشنیزش شمرده نمیشه و در صورتی میسوزه، ولی گیشنیز مثلا دو نمیشه، کارت محاسبه نمیشه. حالا میریم سراغ کارت های تک. هر کارت تک یک امتیاز داره، یعنی الان این بازیکن و 7 خاج هم از 7 میشون دیگه بگیم چون 8 داره 8 امتیاز 7 امتیاز. الان تک دیگه نداره این بازیکن، کارت تکی دیگه نداره و همون 7 امتیاز و سود 5 و هر سودی که شما در بازی زده باشین 5 امتیاز دارین. 7 تا 8 9 12 امتیاز این بازیکن داره. خب این بازیکن شد 12 امتیاز. حالا من باید شمارش کنم. گفتم هر تا یک امتیاز یک، هر سرباز هم یک امتیاز، 2 3 4 5 6 امتیاز و ده خشت 3 امتیاز داره. یعنی الان شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 امتیاز. یعنی بازیکن شد 9 امتیاز، این بازیکن شد 12 امتیاز و این بازیکن برنده شد. میتونید این شکلی بازی کنید. حالا این بازیکن برنده شد 12 امتیاز و 9 امتیاز رو ثبت میکنیم و میم ادامه بازی. دوباره یک کارت رو بر میزنه و دوباره دست میدیم. انقدر بازی میکنم تا یه نفر زودتر به امتیاز 65 برسه. فقط تو بازی 4 نفر تیمیم، یعنی امتیازهای من و طرف مقابلم ما دوتا تیمیم و من و طرف مقابل امتیازمون با هم جمع میشه و محاسبه میشه. تکی نیست. خب این از آموزش بازی 4 برگ و معرفی ورق پاسورد. ما حتما آموزش های بیشتری رو در مورد ورق میدیم و آموزش بازی مختلف، آموزش شعبده های مختلف با ورق و آموزش میخوایم بدیم و به همین راحتی ورق رو رها نخواهیم کرد و یه جورایی ورق مثلا میشه پایه پیجمون، همیشه بازی ورق تو پیجمون هست و ما آموزش ها و
چیزای آموزش های بازی و شبهه بازی های مختلفی رو یاد میدیم. خب خوشحال شدم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین و مطمئنم که شما هم لایک کردین هم سابسکرایب کردین و زنگوله رو به صدا درآوردین و بازم اگه سوالی داشتین در داخل کامنت ها میتونین ازم بپرسین. خوشحال شدم که با شما بودم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.